اگه میخوای با یک جمله مخصوص سریعترین راه جذب رو داشته باشی و اتفاقهای خوب زندگیت رو رقم بزنی، تا آخر این ویدیو با من باش، چون نکات مهمی رو عنوان کردم. وقتی چیزی رو میخواید به دست بیارید و اون در ذهن شما هست، باید بدونید که همچین چیزی برای شما در خارج وجود داره و زمانی میتونی اون رو تجربه کنی که با خواستت هماهنگ بشی. یکی از اتفاقاتی که اکثرا تجربه میکنید اینه که یک کاری رو انجام میدید، مثل مدیتیشن کردن، استفاده از عبارت تأکیدی و غیره. اگه بعد از مدتی جواب نده، کنار میکشید و میگید نمیشه. اینجا به طور ناخودآگاه قانون رهایی رو انجام میدید و اتفاق مورد نظرتون به طور غیر منتظره براتون پیش میاد. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو بگم، لطفاً ویدیو رو لایک کنید. در مورد مدت انجام تمرینات متافیزیکی و قانون جذب برای رسیدن به خواسته، باید بگم که این تمرینات قدم برداشتن در آگاهیه و یک سبک زندگیه و اصلا در قانون متافیزیک کانسپت تایم وجود نداره و خواسته شما آماده هست و شما باید خودتون رو در فرکانس خواستتون قرار بدید و بدونید که مرحله درخواست هم مثل کم کردن وزن یک پروسه داره و زمانی که به این مرحله برسید که به خواستتون وابسته نباشید و بود و نبود اون اهمیت نداشته باشه، اون موقع هست که به اون خواستتون میرسید. مثل این که دوست دارم خواستم رو تجربه کنم ولی رهاش کردم، تمرکزم رو روی کارهای دیگه گذاشتم و در جهت خواستم تلاش هم میکنم، نشد هم نشد. اون موقع است که خواستتون به سمتتون حرکت میکنه و کائنات و خدا خواستتون رو به سمت شما سرازیر میکنه. آخر ویدیو راهکارهایی رو بعد نوشتن جمله جادویی گفتم که سریعترین جذب رو داشته باشید. یک کاغذ خودکار برمیدارید، خواستتون رو در زمان حال مینویسید که انگار الان اون خواسته تو زندگیتون هست. مثل اینکه من مطمئنم اون چیزی رو که میخوام دارم، من مطمئنم که ثروت زیادی دارم و به افراد زیادی دارم کمک میکنم. حتما با خودکار یا مداد روی کاغذ بنویسید، چون نوشتن در ذهن مسیر عصبی جدیدی ایجاد میکنه و این نوشتن رو تکرار کنید. تکرار کردن RAS مغز رو فعال میکنه و شواهد بیشتری برای شما ظاهر میشه. شما هم برای ما از تجربه هاتون در این مورد کامنت کنید. من مطمئنم که حساب بانکیم پر از پوله. وقتی از کلمه مطمئنم استفاده میکنید، این گواهی و حال خوب رو میده که یعنی 100% هست. دقیقاً همون چیز اتفاق افتاده. بعد از نوشتن در همون حال خوب بمونید. چشمهاتون رو ببندید و حسش کنید و در همون ارتعاش باقی بمونید. حس کنید خواستتون رو همین الان دارید. مثل اینکه حسابم پر پوله، الان با اون پول کارهایی میتونم بکنم. مثل اینکه در حال خرید فلان چیز هستم، در حال رفتن به یک مسافرت عالی هستم. خواستن و باقی موندن در احساس ارتعاش چیزی که میخواید یکی از مهمترین چیزها برای رسیدن به خواسته هاتون هست و اینکه پافشاری و باور محدود نداشته باشید و دور از دسترس ندیدن خواسته باعث میشه اون اتفاق خیلی خیلی سریعتر تو زندگیتون بیفته. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو با من بودید. اگه خوشتون اومد حتما کانال را سابسکرایب کنید.